آیا آنهایی که نذر میدن برای امام حسین خوردنشون حلال است و ختم گرفتن و خیرات دادن برای مردگان جایز است؟ اما نذر کردن برای غیر خدا حرامه، انجامش حرامه، انجامش جزو اعمال شرکیه، زیرا نذر عبادته و عبادت رو باید فقط خاص خداوند قرار بدیم. جایز نیست برای دیگری این کار رو بکنید. این کاری که دارن میکنن از خرافات و بدعت هایی که آخوندا درست کردن و نذر گرفتن برای غیر خدا، هر کی باشه، امام حسن، امام حسین، امام رضا، نمیدونم ائمه دیگه، حتی اگه در نزد اهل سنت هم کسایی بخوان این کارو بکنن، این کار اساسا از جمله اعمال شرکی عبادتی رو برای غیر خدا انجام دادی. پس خوردنش هم حلال نیست، حرامه. خوردنش انجامش گناه کبیر است، خوردنش هم حرامه و مشارکت کردن در پختنش، در توزیعش، در هر کاری برای انجام این اعمال انجام بدید حرام.